یه هواپیما میخواد توی فرودگاهی فرود بیاد که افراد نظامی یا ارتش اونجا به حالت آماده باش در اومدن و منتظرن هواپیما برسه، در حالی که یکی از افراد خبر میده که فکر میکنیم خلبان کمک خلبان مردن. اما چطوری این هواپیما داره فرود میاد؟ با کمک برج مراقبت به سختی هواپیما رو فرود میارن و نیروهای نظامی میرن سمتش. تک تیراندازا دارن میبیننش و سرهنگ باهاش ارتباط میگیره، ازش میخواد که از شرایط داخل هواپیما بهش اطلاع بده. سرهنگ متوجه میشه که داخل هواپیما مواد منفجر است و به افرادش خبر میده. یه پسر بچه از هواپیما میاد بیرون که اونو میبرن. تک تیراندازا طرف رو توی کابین خلبان هدف گرفتن که سرهنگ بهش اخطار میده تکون نخور وگرنه بهت شلیک میکنی. هرچی تلاش میکنن با اون پسر بچه صحبت کنن اصلا جوابی نمیده. فیلم برمیگرده به قبل از پرواز که ببینیم چه اتفاقی افتاده. زنی به اسم نادیا که انگار سرطان داره کلاگیس میذاره و پسرش الیاس تک و تنها میاد فرودگاه و میگه مامانم بعدن میاد. نادیا با تماس تصویری که با دکترش داره میفهمیم دارن برای پرتو درمانی به آمریکا پرواز میکنن. اونا از گیت فرودگاه رد میشن و نادیا پسرش تنها میذاره. نادیا میره دستشویی مایع مینوشه و یه دارو هم به خودش تزریق میکنه. الیاس با یه مسافر فیزیکدان هم صحبت شده که بهش میگه یه دکتر تو آمریکاست که میتونه خون آلوده مامانم عوض کنه و اونو خوب کنه. بعد نادیا میاد و میرن سوار هواپیما میشن. هواپیما تیک آف میکنه. مهماندارای هواپیما متوجه میشن که یه مهماندار جدید اومده که یکم ایوا خواهر تشریف داره. نادیا نصف شب دوباره یواشکی میره دستشویی و داروهاش استفاده میکنه. عکساشو لای دفترش میبینه و یاد خاطراتش با شوهرش نیکولای میفته که یه شب توی جاده برفی ماشینشون خراب شده و شوهرش میره کمک بیاره. نادیا به خودش میاد و میبینه تو هواپیما اون مهماندار جدیده با یه مسافر بحثش شده که دوتا از گاردای امنیت میرن سمتشون که مشکل حل کنن. ولی یهو متوجه میشیم که اون مهماندار و اون شخص همدستن و الکی نقش بازی میکنن تا گارد پروازو بکشونن سمت خودشون و بکشنشون. مشخص میشه که یک گروه چند نفرن. نفر سوم گارد امنیت رو میکشن و نفر اولو به طرز وحشتناکی چاقو میکنن. طرف میاد بین مسافرها و همگی متوجه میشن که داستان از چه قراره. به مسافرها دستور میده همگی برن انتهای هواپیما. یکیشون میاد سمت کابین خلبان و کمک خلبان هم حتی با خودشونه. خلبان اصلی رو چیزخور کردن و کشتن. رئیس گروه به مسافرها از طریق دوربین گوشیش نمایشگرای صندلی‌ها خبر میده که کنترل هواپیما دستشونه و درخواستشون فقط مالیه که اگه بهش برسن آزاد میشن. بعدم جعبه سیاه هواپیما رو ریست میکنن. از فرودگاه که هنوز خبر ندارن چی شده با آشون تماس میگیرن و میگن موقعیتتون رو نداریم، کجایید؟ اونا هم میگن یه مشکل فنی کوچیکه، چیزی نیست. از مسیر منحرف میکنن خودشونو. الیاس هم از روی نقشه هواپیما که توی مجله صندلی‌های هواپیماست به نادیا میگه باید یه گوشه از هواپیما قایم بشن، اما نادیا قبول نمیکنه که یهو الیاس فرار میکنه بره اونجا. نادیا میفته دنبالش که این روانی اسلحه میکشه و بهش چندین بار شلیک میکنه. الیاس رو میبرن سر جاش میشونن. رئیس میاد و حسابی از دستش عصبانیه و میگه اگه یه بار دیگه از این گهکاریا بکنی خودم میکشمت. اسلحه‌ش هم میگیره و میده به یکی دیگه شون. نادیا دوباره یاد اون شب با شوهرش میفته که بعد کلی منتظر موندن از ماشین پیاده شده و رفته دنبالش که به یه کلبه میرسه و یه رد خون که وقتی دنبالش میکنه یهو به خوناشام میرسه. خوناشام میفته دنبالش و به یه اتاق پناه میاره که میبینه شوهرش اونجا افتاده و مرده. خوناشام سعی داره از یه دریچه وارد بشه که نادیا اونو میزنه و میکشش، ولی متوجه میشه که اون دستشو گاز گرفته و آلوده شده. اینجا مشخص میشه که اون مایع که هر بار استفاده میکنه یه مقدار خونه. نادیا تو هواپیما به هوش میاد و خودشو میندازه تو اون دریچه که پسرش میگفت بریم اونجا. بعد رئیس سه تا از مسافرا رو میاره که یکیشون همون فیزیکدانه که یه عربه. یه متن بهشون میده هم به انگلیسی هم به عربی و صداشون رو میخواد ضبط کنه بفرسته برای فرودگاه که این هواپیما ربایی رو بندازن گردن عربا و یه اقدام تروریستی نشونش بدن. نادیا یکی از سگای روی بار هواپیما رو از قفس در میاره و میکشه و خونشو میخوره. بعد وقتی یکی از افراد گروه میاد اونجا بهش حمله میکنه و میکشش. اون انگار کم کم داره به خوناشام تبدیل میشه. رئیس به این همکارش که نادیا کشتهش بیسیم میزنه و میگه آماده پریدن از هواپیما هستی؟ که نادیا صدا رو میشنوه. اینم میدونه که اونا چون طرف مرده و جواب نمیده الاناست که بیان اینجا. بعد واسه این که لو نده که زنده است و یه نفرشونو کشته یه نقشه به سرش میزنه. گردن جنازه رو گاز میگیره و میکنه و میره بالا. اونا از مسافرها خداحافظی میکنن و تهدیدشون میکنن که اگه کسی بلند بشه کابین پر از گاز بیهوشی میشه. نادیا میبینه که اونا رفتن پایین و میخوان بپرن. وقتی میرن پایین جنازه همگروهیشون رو میبینن. فکر میکنن این سگ اونو گاز گرفته، در حالی که نقشه نادیا بوده.
نادیا میاد سراغ پسرش الیاس و اونو با خودش میبره تو کابین خلبان که هواپیما رو به مسیر اصلی برگردونه، ولی تازه همه میفهمن خلبان بمرده. نادیا یکی از مسافرا که مهندس هوافضاست رو میبره تو کابین خلبان، ولی بهش میگه صبر کن بپرن، بعد هواپیما رو از حالت پرواز اتومات بردار و دور بزن. یکی از مسافرها که تریدره میگه میخوان با این اقدام رو بازار بورس تاثیر بذارن، یکی دیگه میگه میخوان نتیجه انتخابات رو تغییر بدن. وقتی میخوان بپرن یکیشون چشمش میفته به شیشه داروی تزریق نادیا و مشکوک میشه. میاد انتهای هواپیما، متوجه میشه جنازه نادیا نیست و بهشون میگه اون زنده است. میان سمت کابین خلبان، ولی نادیا در رو از داخل قفل کرده. به مهندسه میگه همین الان دور بزن و کم کم داره به یه خوناشام تبدیل میشه. واسه اینکه مجبورش کنن در رو باز کنه یه دختر بچه رو گروگان میگیرن و میگه تا 3 میشمارم، در رو باز نکنی میکشمش. توی همین لحظه نادیا تبدیل میشه و میاد بیرون، رئیس رو گاز میگیره، بعد میخواد به بقیه‌شون حمله کنه. اونا فرار میکنن. نادیا که میبینه رئیس داره به زامبی تبدیل میشه یه چاقو توی قلبش فرو میکنه و میکشش. بعد میاد پشت در کابین خلبان پیش پسرش، ولی اون در رو باز نمیکنه و نادیا میره تو دستشویی و میبینه که به چه شکل وحشتناکی در اومده. اونا که حالا رئیسشون که میدونست بعد تو چه لوکیشنی بیرون بپرن مرده، نمیتونن خودشون هم از هواپیما خارج بشن، میان بالا سراغ نادیا. از اون طرفم پسر نادیا میاد سراغ مامانش و اون از توی دستشویی میکشه بیرون، قایمش میکنه. وقتی اونا با هم روبرو میشن قصد کشتنشو ندارن، چون خوناشاما به نور حساسن، فقط با چراغ قوه فرابنفش اون از پا در میارن و کمک خلبان رو میفرستن سمت کابین خلبان. اما کابین درش بسته، چون اون مهندسه تو کابینه. این روانی سرنگ برمیداره و خون نادیا رو میگیره و وقتی تفنگ پیدا کرده میگیره زیر صندلی‌ها تفنگ پیدا کرده میگیره سمتش. وقتی نزدیکش میشه به محض اینکه میخواد تفنگو ازش بگیره، الیاس شلیک میکنه و تیرش میخوره به پنجره هواپیما و میشکنه. حالا اونا با افت فشار مواجه میشن. کمک خلبان میگه باید فرود بیایم. مهندس هم که در کابین خلبانو گرفته و دستش به ماسک نمیرسه از هوش میره و بالاخره اونا میتونن برن داخل کابین خلبان و کنترل هواپیما رو دست بگیرن. نادیا میاد سراغ مسافرا و الیاسو میسپاره به فیزیکدانه که اسمش فریده. اون از دیدن نادیا شدیداً ترسیده و تعجب کرده. نادیا میاد تو طبقه پایین توی قسمت بار و اون روانی رو پیدا میکنه که توی یه ماشین بنز پناه آورده. به سمت شلیک میکنه، ولی میبینه که شیشه های ماشین ضد گلوله است. با یه میله شیشه رو سوراخ میکنه و طرف میله رو ازش میگیره. حالا خون نادیا رو به خودش تزریق میکنه و داره به یه خوناشام تبدیل میشه. نادیا سریعا یه شیشه الکل با یه کبریت پیدا میکنه، کل الکل رو روش خالی میکنه و اون روانی رو توی ماشین آتیش میزنه. نادیا داره دوباره یادش میاد یه شبی رو که داشته به تبدیل شدن نزدیک میشده و به اون کلبه که تو شوهرش مرده برگشته، که بابای اون خوناشامی که نادیا اون شب اونجا کشتهش میاد سراغش و میگه منتظر بودم برگردی، تو پسرمو کشتی. حالا قصد کشتن نادیا رو داره. میگه ما باید از بین بریم. نادیا که امید داره و مخالف نظر اونه بهش حمله میکنه و میکشش. نادیا توی یخچال کلی آمپول پیدا میکنه، بعد از کلبه بیرون میاد و اونجا هم آتیش میزنه. هواپیما ارتفاع کم میکنه و حالا اونا میتونن بدون ماسک نفس بکشن و برگشتن به مسیر، ولی میفهمن تو انبار آتش سوزی شده. میان پایین سراغ نادیا. اون از انتهای هواپیما میاد بالاتر، قسمتی که مسافرا جمع شدن. اونا میترسن و فرار میکنن. وقتی در ماشین باز میکنن میفهمن که اون روانی اونجاست و زنده است، که یهو گازش میگیره. وقتی میاد بیرون متوجه داستان میشن و فرار میکنن. کمک خلبانه موفق میشه بیاد بیرون، ولی این یکی رو نادیا جلوشو میگیره، در انبار رو میبنده و اون خوناشام روانی بهش حمله میکنه و خونشو میمکه. مسافرا که الیاس همراهشونه واسه خودشون ابزار و تفنگ گیر آوردن، قصد کشتن نادیا رو دارن. فقط فرید انگار قصد کشتن اونو نداره. وقتی نادیا بهش حمله میکنه الیاس میاد و مامانش رو صدا میکنه که یهو به خودش میاد و آروم میشه، ولی حالا اینا این پایین تبدیل شدن و نادیا میگه نباید بذاریم بیان بالا. میره سراغ در دیگه انبار که ببندش. اون روانی هم میاد میرسه و پشت دره. وقتی فرید داره سعی میکنه در رو ببنده دستشو گاز میگیره و داره وارد میشه که یکی دیگه بهش شلیک میکنه و بالاخره موفق میشن در رو روش ببندن. نادیا سریع دست فرید رو از مچ قطع میکنه که از تبدیل شدنش جلوگیری کنه. از این یکی در باز اون سیاه پوسته که تبدیل شده داره وارد میشه. نادیا میرسه و اونو میکشه و در روش میبندن. از کل گروهشون فقط اون روانیه مونده و این کمک خلبانه که نادیا میارش تو کابین خلبان که کنترل هواپیما رو دست بگیره. یکی از مسافرها که دکتره به فرید داره کمک میکنه و دستشو پانسمان میکنه.
یکی دیگه از مسافرا که به شدت زخمی شده و داره میمیره به سرش میزنه بره در واسه اون خوناشام روانی باز کنه تا گازش بگیره و اونو تبدیل کنه تا حداقل مانع مردنش بشه، ولی اونم گازش نمیگیره و وارد هواپیما میشه و به مسافرا حمله میکنه. تمام مسافرا سمت کابین خلبان حمله میکنن، ولی اگه در باز کنن با اون حجم از آدم دیگه نمیتونن ببندنش. به زودی قراره همشون به خوناشام تبدیل بشن. فرید میگه باید فرود بیایم و بپریم بیرون، بعد به وسیله این کابل و یک کنترل از راه دور مخزن هواپیما رو بتری کنیم تا همشون بسوزن از بین برن. ولی کمک خلبانه میگه کنترل از راه دورمون دست اون همگروهمونه که جنازش توی انباره و حالا که همه درا بسته است از اینجا میتونید به انبار برسید. وقتی میفهمن این کانال خیلی باریکه و نمیشه ازش رد شد، الیاس یهو چراغ فرابنفشو میگیره تو صورت نادیا و بدون اجازه وارد کانال میشه که بره طرف انبار. اونجا میبینه خیلی از مسافرات تبدیل شدن و با چراغ قوه از خودش محافظت میکنه و اونا رو رد میکنه. میرسه به اون کنترل از راه دور برش میداره و اونا دارن الیاس از دوربینای هواپیما میبینن که موقع برگشتنش خونه‌شاما میخوان بگیرنش و چراغ قوه از دستش میفته و مجبور میشه زیر ماشین پناه بیاره. نادیا به کمک خلبانه میگه فرود آوردن هواپیما چقدر سخته. اونم میگه رو حالت اتومات گذاشتشه و خودش داره میره سمت فرودگاه و وقتی فرود بیاد فقط کافیه ترمز بگیری که هر کسی میتونه این کارو انجام بده. نادیا از فرید میخواد این کارو انجام بده و ازش قول میگیره مواظب پسرش باشه. یهو به کمک خلبانه حمله میکنه، گازش میگیره و در کابینو باز میکنه، جنازهشو میندازه جلوی خونه‌شامایی که پشت درن. فرار میکنه سمت انبار میره و سمت الیاس که اون روانیه داره سعی میکنه اونو بگیره. نادیا باهاش درگیر میشه. وقتی میبینه داره مامانشو میکشه یهو چشمش میفته به مواد منفجره‌ای که اون گروه برای خروجشون از انبار جاسازی کردن. توجه اونو به خودش جلب میکنه و میکشه سمت خودش که وقتی به در انبار میرسه دکمه کنترل انفجار رو فشار میده که در انبار منفجر میشه و کنده میشه. نادیام اونو پرتش میکنه بیرون. الیاس برای اینکه دوباره به مامانش جون بده دستشو میبره و از خون خودش میریزه دهنش، ولی هرچی سعی میکنه اونو بغل کنه انگار دیگه اون حس مادرانش از بین رفته و ازش دوری میکنه. خب برمیگردیم به اول داستان که الیاس به حرف میاد و میگه فرید کجاست، بعد از اونجا بیاریدش بیرون وگرنه خورشید غروب کنه تمام خونه‌شاما میان بیرون. ولی اینا فکر میکنن فرید یکی از آدمرباست و الیاس شوکه شده و داره هزیون میگه، چون هنوز خبر ندارن تو هواپیما چه خبره. بهش آرام بخش میزنن. سرهنگ میاد سمت نیروهاش و میگه باید صبر کنیم، در حالی که هوا داره تاریک میشه. نیروی نظامی که روی فرید هدف گرفتن، فرید هر چی به سرهنگ داستان رو تعریف میکنه اون باور نمیکنه و میگه بذار مسافرا بیان بیرون. موقع غروب آفتاب یهو فرید سری میخوابه روی زمین که تک‌تیراندازا بهش شلیک میکنن ولی موفق نمیشن بزننش. سرهنگ به تمام واحداش دستور میده عملیاتو شروع کنن. اونا وارد عمل میشن. فرید که خودشو میرسونه به مواد منفجره که هواپیما رو منفجر کنه، نیروهای نظامی میرن و اونو دستگیر میکنن میبرن. از اون طرف هم الیاسو دارن میبرن بیمارستان. وقتی میخوان بهش آرام بخش بزنن الیاس سرنگو فرو میکنه تو پای طرف و بهش تزریق میکنه و خودش از آمبولانس پرت میکنه بیرون و فرار میکنه. میاد تو باند فرودگاه. نیروهای نظامی دارن تو هواپیما جستجو میکنن و میگن اینجا حموم خون راه افتاده که یهو یه خوناشام بهشون حمله میکنه و تازه میفهمن چه خبره. فریدو میبرن که یهو چشمش میفته به الیاس که داره میره سمت هواپیما. هرچی صداش میزنه نمیشنوه. نیروها تو هواپیما و اون جهنم پر از خون و هیولاها گیر کردن و دارن دونه دونه گاز گرفته میشن. از این طرف الیاس چشمش میفته به مامانش و صداش میزنه، اما اون دیگه مامانش نیست و داره به سمتش حمله میکنه. تا قبل از اینکه دیر بشه الیاس دکمه کنترل از راه دور رو فشار میده و کل هواپیما رو میفرسته رو هوا. فرید خودش رو میرسونه به الیاس و کل این داستان فقط این 2 نفر نجات پیدا میکنن. ولی کاش سرهنگ همون اول حرف الیاس رو باور کرده بود.